وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد هر جایی که هستین. خدا را شکر میگم بر یک موقع دیگه، یک وقت دیگه که خداوند برای ما بنده حقیر خود عطا کرده تا که به حضور خدای مقدس بیایم و کلام مقدسش برای شما وطندارای بسیار بسیار گلم و عزیزم برسانم. از صلیب عیسی مسیح که در افتخار بزرگتر برای ما هرگز نیست. یاد من میآید عمو سرود که میگه آن صلیب افتخار من است، چون بر آن منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما. صلیب مرگ بسیار بسیار زشت و اما مسیحی ها در مورد صلیب عیسی مسیح وقتی که صحبت میکنه ما متوجه میشیم که در صلیب عیسی مسیح خداوند یگانه فرزند خود فرستاد تا که او قربان شود، تا که او کفاره گناه های ما را با خون خود بپردازه. از این که محبت عظیمتر در دنیا در تاریخ کائنات چی باشه که خدا هر چیزی که داشت داد برای انسانیت. کلام خدا برای ما میگه که در مورد عیسی مسیح خداوند یگانه پسر خود فرستاد، یگانه پسر خدا. او یک پسر داشت و اون یک پسر خدا داد تا که به وسیله از او قربانی که عیسی مسیح میپردازه بر روی صلیب خداوند کسایی که به او ایمان میارن، تمامی انسان ها از هر گروه، از هر مذهب، از هر دین، از هر کشور، از هر لسان، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد و خداوند واره به فرزندی خود میگیره. ما چطور میفهمیم که خداوند واره تنها نجات نمیته بلکه واره حتی به فرزندی خود میگیره؟ کلام خدا بسیار واضح است. در فصل اول انجیل مقدس یوحنا در کلام خدا ما میخوانیم کلمه ازلی خدا با او که خداوند تمامی کائنات ساخت، با قدرت کلام او تمامی چیزها را اداره میکنه، با فرمان او، با حکم او هر چیز مفهوم داره. اونمو فرزند یگانه خدا جسم میگرده، به صورت انسان میآید. در آیت 10 ما میخوانیم او در دنیا بود، دنیا به وسیله او آفریده شد اما دنیا او را نشناخت. تمامی انسان های دنیا او به قلمرو خود آمد، یعنی وعده ای که خداوند به ابراهیم داده بود که از نسل او ما منجی بشر میفرستم. او به متعلقان خود آمد، به قلمرو خود آمد و اما متعلقانش، اما خانوادهش او را قبول نکردند. آیت 12 اما به همه کسانی که چی یهود چی غیر یهود، چی ایرانی چی افغان، چی تاجیک چی آمریکایی، چی روسی چی ژاپنی، چی چینایی و چی هندی، هیچ فرق نمیکنه، هرگز فرق نمیکنه. و اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، به او کی؟ به کلمه خدا، به عیسی مسیح، کسی که جسم میگرده و در میان ما، و به همه کسانی که به او ایمان آوردند خدا این اختیار را داد، این حق را داد که فرزندان خدا شوند. یعنی کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره از طریق او خدا ما را به فرزندی خود میگیره. خدا یک پسر داشت و اما از طریق از او یک پسر خود، کسی که به او ایمان میاره خدا تمامی انسانیت، هر که ایمان میاره او را به فرزندی میگیره. پس
چقدر لازم است که ما گوش بدیم کلام خدا را که این به فرزندی گرفتن خدا وقتی که ما ایمان میاریم این مطابق خواهش بشر و در تمایلات جنسی بشر نیست. کلام خدا میگه که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی و نه در اثر خواهش بشر، بلکه از خدا تولد یافتند. از خدا تولد یافتند. همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان میاره خداوند افتخار تولد شدن از او شخص در خانواده خدا میته، در خانواده خدا میته. آیا خدا خانواده داره؟ بله، خدا خانواده داره. ما خدا را پدر آسمانی خود میخوانیم و خدا ما را فرزندان روحانی خود، فرزندان ابدی خود میخوانه. چون کسانی که در عیسی مسیح هستند، کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، خدا محبتش بر ازوا اتجاری میشه، فیضش اتجاری میشه که او ما را به فرزندی خود میگیره. او ما را به فرزندی خود میگیره. از همین خاطر است که در کلام مقدس خدا در رساله اول یوحنا در فصل 3 هم ما در مورد از این محبت خدا این قسم میخوانیم. متوجه باشین، ببینید، متوجه شوید محبت خدای پدر چقدر بزرگ است، چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود خوانده است، که او ما را فرزندان خود خوانده است و چون این هم هستیم. اگر دنیا، متوجه باشین، اگر دنیا، برادر و خواهر مسیحی متوجه باشین، اگر دنیا ما را آنطوری که در واقع هستیم، چی هستیم؟ فرزندان خدا هستیم، نمیشناسند. علتش این است که او را نشناخته. علتش این است که خدا را نشناخته. در حقیقتش علتش است که عیسی مسیح را نشناختن. خب بسیاری کسایی میگن نه، من خدا را میشناسم، من خدا را میشناسم، و اما کلام خدا برای ما بسیار واضح میکنه. کلام خدا برای ما بسیار بسیار واضح میکنه، میگه که علت از این که خدای حقیقی را نمیشناسن ایست که وا خدا را در حقیقتش نشناختن. علت حقیقتش، علت درست ایست که چون ما را به حیث فرزندان خدا نمیشناسه دنیا، ایست که وا عیسی مسیح را نشناخته. مردم میگه که ما خدا را میشناسیم و اما کلام خدایی را رد میکنه کاملا. کلام خدا میگه کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، چیزهایی که در زندگی از او شخص میایه بسیار بسیار جالب است. در رساله غلاطیان ما این را میخوانیم. کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره، اینی چیزهای بسیار مهم در زندگی از او شخص جاری میشه. در او شخص دیگه هیچ انتقام گیری، هیچ نفرت، هیچ کینه، هیچ بغض، هیچ گناه دیگه در او شخص نمیآید. او شخص هرگز عمدن گناه نمیکنه. اعمال طبیعت نفسانی را کلام خدا میگه بسیار آشکار است، بسیار بسیار آشکار است. کسانی که در عیسی مسیح نیستن بسیار آشکار است. ما در دنیا میبینیم، در وطن عزیز خود میبینیم انتقام و نسل پرستی و ای اقربا پرستی و ای پستی و بلندی ها و نسل ما بهتر است از نسل تو بهتر است از فلانی و بیمدانی و غیره. این چیزها بسیار یا تماما اعمال شیطانی است. در حقیقتش کلام خدا برای ما میگه اعمال طبیعت نفسانی آشکارن: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. تمامی از این چیزها از شیطان ریشه میگیره، تمامی از این چیزها. و اما کسی که در عیسی مسیح است، کسی را که خدا اختیار میده که فرزندان خدا شوند، خداوند زندگیشان این قسم تغییر میده. متوجه باشین. اما ثمره ای که روح خدا، روح مقدس خدا به بار میاره این نیست: محبت، متوجه باشین، محبت، خوشی،
سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است. و هیچ قانونی نیست که برخلافی از این چیزها باشه. تنها و تنها یگانه کسی که برخلاف از این چیزهای خوب است شیطان هست. و نگذارین که شیطان شما را بازی بده. نگذارین که شیطان شما را بازی بده. در محبت خدا زندگی بکنین، چون خدای محبت، کلام خدا میگه کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. دمو رساله اول یوحنا فصل 4 آیت 8 ما میخوانیم، از آیت 7 بخوانیم اگر تا آیت 16 کاملا تمامی ازیره برای ما گفته که خدا چطور محبت است. و کسی که محبت نداره او هرگز خدا را نشناخته، زیرا خدا محبت است. و کسی که محبت نداره در حقیقتش او به عیسی مسیح ایمان نآورده، چون روح خدا، ثمر خدا در زندگی از شخص جاری نکده. مال و امیال دنیا و ثروت دنیا و این چیزهای دنیا زود گذر است. کسی که در مسیح ثروت اصلی را داره، چون وا به فرزندی خدا در آمدن و تحفه خدا را حاصل کردن و اونمو محبت خدا را که عظیم است او را تجربه کردن. زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. موضوع امروزی ما هم همین است. عیسی محبت او و خداوند برکت بده ما را وقتی که ما امروز کلامش میشنویم. و من دعا میکنم که خداوند شما را برکت بده. خداوند کمکتان بکنه که امروز شما عمق کلام خدا را برای زندگی خود درک بکنین. دوستای عزیز، خداوند شما را دوست داره و این حقیقت است. و من دعا میکنم که خداوند این حقیقت در زندگی شما جاری بکنه امروز و شما به عیسی مسیح ایمان بیارین. برای وطن عزیز ما دعا میکنیم که خداوند برکت بده مردم ما را که سلامتی عیسی مسیح را حاصل بتانن، به او روی بیارن، چون او یگانه کسی است که میتونه سلامتی حقیقی را ببخشه. او در فصل 14 انجیل یوحنا آیت 27 میگه من سلامتی خود براتان میتم، نه سلامتی که دنیا میته، بلکه من سلامتی خود بر شما میتم. ترسان نباشین، هراس نداشته باشین، چون در ترس خدا هراس و خوف و ترس دیگه نیست. در ترس خدا شیرینی است، در ترس خدا محبت خداست. هراسان نباشید. در وعده خدا، در صلح خدا آرامش کامل است. عیسی مسیح میگه پیشی ما بیاین، من بر شما آرامش میتم. از من تعلیم بگیرین، من نرم دل هستم. من یگانه راه، راستی و زندگی هستم. براتان میتم، راه را براتان میتم، راستی را براتان میتم و زندگی را براتان میتم. اون نمیگه من راه را نشان میتم، میگه راه را براتان میتم. من راه هستم. راستی را براتان میتم، من راستی هستم. زندگی را براتان میتم، من زندگی هستم. عیسی مسیح میگه خدایا برکت بده وطندارای عزیز ما را به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح. آمین، آمین و آمین. پیش از اینکه به موضوع امروز بپردازیم، ما یک برادر بسیار بسیار عزیز داریم که میخواین که از زندگی خود شرح بدن که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن. من این برادر عزیز دعوت میکنم. برادرم محمد آصف از طریق اسکایپ که ما هستن و خوش آمدید میگم ایشانه. برادر آصف، وطندار عزیز ما مانده نباشی. سلام علیکم. مانده نباشین. شما مانده نباشین وطندار. خوب بخیر هستین؟ جور هستین؟ سلامت باشین، زنده باشین. چی حال دارین؟ خدا را شکر میکنیم برادر عزیزم. برادر عزیزم، من بسیار خوشحال هستم و بسیار برکت گرفتم که تان دیروز هم صحبت کردیم و قبلا هم صحبت کردیم، با هم امروز هم صحبت کردیم و اما بسیار خوشحال هستم که شما آماده هستین که بخیر شهادت بتین که خداوند شما را چطور نجات داده است. اول خدا برای وطندارای عزیز من معرفی بکنین که شما کی هستین
از افغانستان هستین، از ایران هستین، از کجا هستین و از باز سوالات شروع میکنیم. بله، من اول از همه سلام عرض میکنم خدمت هر ایمانداری که در این لحظه صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه و آرزوی سلامتی و سالی که نو است برشان پربار و با سلامتی آرزو دارم برشان. آمین. من همونطوری که براتون گفتم نام من محمد آصف است، از افغانستان هستم. ببخشین در روی کامپیوتر اشتباه نام گذاشته شده، این میره درست کنین. بسیار میبخشین برادر عزیزم، کامپیوتر در روی کامپیوتر اسم اشتباه بود. بفرمایید برادرم، بسیار میبخشین. محمد آصف گفتم نام است. عرض کنم خدمتتون که از کشور افغانستان هستم و 29 سال سن دارم و دوست داشتم که امروز خداوند کارهایی که در زندگی ما انجام داده را با شما شریک بسازم. آمین آمین برادر عزیزم. آصف جان، ما یک چند سوال بسیار ساده ازتان میکنم و از تمام من میخواستم ازتان بپرسم که چی واقع شد، چطور شد که شما به کتاب مقدس دست یافتین و یا کسی بر شما کلام خدا را اول بخش کرد؟ چه قسم تمامی از این رویدادها صورت گرفت؟ بله، من خدمت شما عرض کنم که من همونطوری که میفهمم کلگی کسایی که در افغانستان به دنیا میاد احتمال بسیار زیاد مسلمان است، در یک خانواده مسلمان به دنیا میاد و من طبق معمول در یک خانواده مذهبی به دنیا آمدم که بسیار قیدات بود، بسیار سختگیری بود که اگر مثلا یعنی یک نفر پای خود از او قوانینی که بود کج میمان، به هر حال چیز میشد، ازش پرسان میشد، مؤاخذه میشد که چرا مثلا وظایف دینی را انجام نمیدی. بله. من که از به حضور شما که دوران نوجوانی خود در مدارس که مثلا درسای دینی را تدریس میکردن خب سپری کردیم. بله. تا اینکه مثلا نوجوان شدیم، جوان شدیم که یک سری سوالایی در ذهن ما آمد که مثلا سوالایی که با اینکه خود ما بزرگ شدیم سوالا همراه ما بزرگ شد. بله بله. که خدا کی میتونه باشه؟ بله بله. خدا چی میتونه باشه؟ خب ما اگر کسی که در این دنیا زندگی میکنه، هیچ کس یعنی کل امکانات داره و دسترسی در امکانات روز که بفهمن و مردمایی که در دنیا زندگی میکنن چه رقم عبادت ها میکنن، چه رقم چه چیزایی رو پرستش میکنن. و من که اولین سوالی که در ذهن ما بود که خدای ما همش قدر خود فکر میکردم که چرا اینقدر خشن است، اینقدر از روزی که من به دنیا آمدم در افغانستان جنگ بوده و تا امروزه روز جنگ است و همیشه کسایی رو میدونم که دعا میکنه و زاری دعا میکنه. این سوالا به ذهن ما آمد. خب این چیزا تا اینکه سالها گذشت و به هر حال ما خودم واقعا تصمیم گیری از این نداشتم که من بشینم در به اصطلاح موضوعی رو مطرح کنم که مثلا من شک دارم در خدایی که شما پرستش میکنین، در این راهی که شما میرین من شک دارم در بله بله. علت عموما علت از این چیزایی می باشه چون ما در یک دین و در یک مذهب تولد میشیم و برای ما تعلیم داده میشه که اونمو درست است و بعضی چیزا بالای ما تحمیل میشه و یا بگوییم که او در ذهن ماست، پند صغر هست و اونمو رو ما در خود جای میتیم و بسیاری وقتا ما حتی به خود اجازه نمیتیم که دیگه جای جستجو بکنیم. بله برادریم. دقیقاً. و من که از اون روزی که من خداوند یعنی اولین به اصطلاح نیال خود در وجود ما کاشت که مرا آگاه ساخت که از این آشیانه‌ای که هستی، از این به هر حال خانواده هر انسان، هر موجودی خانواده بسیار برش مهم است. بسیار عزیز است
و ما مجبور شدم که ترک آشیانه کنم به خاطری که نمیشد، برای مقدور نبود و واقعا مجبور شدم که از افغانستان خارج شوم و مدت 4 سال میشه که هزاران کیلومتری طرفتر زندگی هستین. بله از افغانستان. بله و زندگی جدید خود که شروع کردیم بسیار بسیار خوشحال و راضی و سربلند هستم. احساس میکنم که همه روز بهتر از دیروزم است و کاری که کردم هیچ وقتش پشیمانی ندارم. بله 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 ما کاملا شما را درک میکنم. بسیاری وطندارای ما در بدر شدن و مهاجر شدن و از وطن دور شدن و به علت مشکلاتی که در وطن هست، نفرت هایی که در اوجا بوده، جنگ هایی که در اوجا بوده و تمامی از این چیزا، واقعا تمامی از این نفرت ها و انتقام ها و تمامی از این چیزا است جانب خدا نیست. خداوند خدای محبت است. برادر عزیزم، ما از منیر جان یک تلفن میگیرم، شما لطفا روی خط باشین، باز هم سوالات دیگر شما میکنم. بسیار خوب. منیر جان، بسیار بسیار تشکر از تلفنتان. سلام بر شما و خوش آمدین. روی خط هستین. سلام. سلام، بفرمایید. بله میشنویم. دست درد کنم. میخواستم، من یه مشکل دارم یه دعا کنید. بله بفرمایید. بله میشنویم. میگم میتونی برام یه دعا کنی؟ حتما دعا میکنیم. ما نمیخوایم از شما سوال کنیم که مشکلتان چیست. اگر شما میگین خوب است وگرنه دعا میکنیم که خداوند مشکل کشایتان باشه. میخواین بگوین یا دعا کنیم؟ دست درد نکنم. میخوام یه دو مشکل دارم دعا کنی. انشالله مشکلم مستحاجت میشه دیگه. حتما دعا میکنم خواهر عزیزم برتان. بسیار تشکر از تلفنتان. دعا میکنیم این مالی. خداوند عزیز تو رو شکر میکنیم بر این وقت. شکر میکنیم به خاطر محبت بسیار زیاد تو. خدایا شکر میکنیم که تو شنونده دعاهای ما هستی. تو مستجاب کننده دعاهای ما هستی ای خداوند. تو مشکل کشای ما هستی ای عیسی مسیح. خداوند عزیز، ما دعا میکنیم بر خواهر منیره. دعا میکنیم هر مشکل دارن ای خداوند. دعا میکنیم که رضای تو در زندگیشان پوره شود. دعا میکنیم که تو مشکل کشایشان باشی ای خداوند. به نام مقدس عیسی مسیح، به نام خداوند زنده این دعا را میطلبیم. آمین. آمین. به خاطر نشده دست نکنه. ببخشید مزاحم شدم. هیچ مزاحم نشدید خواهر عزیزم. خداوند شما را برکت بده و ما از برادران و خوارایی که برنامه را میبینن هم خواهش میکنیم که بر شما حتما در دعا باشن. بسیار تشکر از تلفنتان. خدا را شکر میکنیم. برادر آصف، شما چیزی بسیار جالب گفتین و مرا در یاد ابراهیم انداختین و ما میفهم که در کلام مقدس خدا وقتی که در کتاب پیدایش در مورد ابراهیم میخوانیم در فصل 12 در اوجه خداوند ابراهیم میگه که از وطنت بیرون شو و خداوند به ابراهیم فرمود وطن اصلی و خویشاوندان و خانه پدری خود را ترک کن و به طرف سرزمینی که به تو نشان میدهم برو و از تو قوم بزرگ می سازم و تو را برکت می دهم و تو را مشهور می سازم. حتی نوشته است. برادر آصف، بعضی وقتا در وطن، جایی که ما هستیم، در خانه‌ای که هستیم، در شهری که هستیم، در کاروباری که ما هستیم و شاید ما اقدر در او پر هستیم که نمیخوایم حقیقتا در زندگی خود اجازه نمیتیم که خداوند کت ما مستقیما صحبت بکنه. بعضی وقتا خداوند اجازه میته مهاجرت، مشکلات خداوند نمیاره و اما مشکلات خداوند اجازه میده که ما بیرون شویم، خارج شویم و بالاخره حقیقت بجوییم. و زندگی شما هم قسم است، قسمی که شما گفتین که شما از خانه و کاشانه و وطنتان دور شدین. برادر عزیز، من میخواستم ازتان بپرسم که بالاخره وقتی که شما در دیاری که عالی هستین، در شهری که عالی هستین آمدین، در اوجه
چی باعث شد، چطور شد که کسی به شما رسایی کرد و کلام خدا را برتان بخش کرد و یا شهادتی را شنیدین و یا به کلیسیایی رفتین؟ این میره نقل بکنین. من نمیخوایم که شما نام کسی را بگیرین و کلیسیا را نامش بگیرین و یا کشیش نامش بگیرین. فقط خلاصه بگوین که کدام شخصی بر شما کلام خدا را بخش کرد، چطور شد، و یا شما برنامه تلویزیونی را دیدین و یا شما برنامه رادیو را دیدین و یا بروی اینترنت کلام خدا را خواندین. این میره اگر شرح بتین. بله، من عرض به حضور شما که درتان گفتم که تقریبا سه سال پیش که من آمدم از افغانستان بیرون شدم، آمدم از کشور اروپایی. اینجا با یک برادر آشنا شدم که واقعا همیشه برای من باعث امید من میشد. خود برادرم ایماندار بود. افغان بودن، ایرانی بودن یا اروپایی؟ بله، افغان بودن. خدا را شکر. بعد برای من یک فیلم آوردن و گفتن تو که هیچ کس نمیپرستی، آزاد هستی، دیدن از این فیلم خالی از لطف نیست. بله. این فیلم از من داشته باشی و وقتی که سعی کردی برای برگردان. بله. یا است. گفتم باشه چشم، بسیار خوب. و من این فیلم از ایشان گرفتم و آوردم در خانه و این فیلم بسیار به دقت سعی کردم که سعی میکردم که بسیار با یک آرامش به دیدن از این فیلم در من دست داد. نام از این فیلم گرفتم میتونین؟ نام از این فیلم عیسی خداوند. بله، فیلم خاکی داستان عیسی. بله، بسیار خوب. بله. خدا را شکر. من یک تیکه از این فیلم که دیدم بسیار زیر تاثیر قرار گرفتم. آمین آمین. و بعضی وطندارای ما که هنوز در مورد از این فیلم نمیفهمند، ما میخواهیم که برشان به اجازه تان بگوییم که فیلم خاکی عیسی از مطابق انجیل مقدس لوقا گرفته شده و از انجیل لوقا را فیلم پوری کردن در مورد زندگی عیسی، تعالیم عیسی مسیح، در مورد قربانی عیسی مسیح. بله برادر عزیزم. بله. بعد من یک تیکه از این فیلم میخواستم برای شما بگویم که وقت شما رو نگیرم. نه، وقتی ما رو نمیگیری. این تیکهش همیشه برای من مثال زدنی بوده. در هر جمعی که من میشینم این تیکه از این فیلم این نمیشه که من قصه نکنم. حتما قصه کو. امیر آخر از این فیلم است که وقتی عیسی مسیح خداوند را دستان مبارکشان را به صلیب میخ میکنن. بله. و اگر کسی دیگه باشه چی واکنشی نشان میده. بله. اما ایشان بسیار بدونی که اخ بگوید با بسیار آرامی میگه که پدر اینا نمیدونن چی میکنن، یارا ببخش، اینا رو ببخش. به 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 به. یعنی کسی مصلوب میشه، او حتی کسایی که او را مصلوب کرده واره برشان دعای خیر میطلبه، میگه یارا ببخش. ایست تعلیم مسیح. به به به. بفرمایید برادر عزیزم. من حتی امی الان براتون گفتن نمیتونم با چی احساسی در روی رو بر شما میگم. ما میفهمم. بسیار برای من این گپ سوال بود. بسیار چطور میتونه این کسی نمیتونه باشه جز خدای زنده. آمین. من بعد از اینکه این اتفاقات برای من افتید، خب هر انسان با خودش فکر میکنه. بله. یک انسان تنها چیزی که یک انسان از دیگه موجودات جدا میکنه فکر یک انسان است. بله، خداوند انسان با ادراک خلق کرده. خداوند انسان با اختیار خلق کرده که انسان با اختیار خود میتونه خدا را بپرسه، با اختیار خود میتونه خدا را رد بکنه. حتی خداوند این را بر انسان داده که ما نمیخوایم که ضرب صوتت را صاحب به راه خود بیارم، ضرب صوتت را جنت رایی کنم. ما اختیار میتونم برات، اختیار میتونم. چه خدایی. هللویا هللویا. بعد از اینکه ما وارد یک از کلیساهای محلی شدم در اون شهری که بودیم، بسیار یک شهر جمع و جور و خرد و کل همدیگه رو میشناخت، کل مردم کنجا زندگی میکرد. ما در یک چیز دیگه هم بسیار توجه ما رو در خودش جلب کرد. این بود که مردم برخلاف دیگه دینایی که هست
با خوشحالی خدا را میپرستن. بله. هیچ وقت ندیدم که کسی گریان بکنه، زاری بکنه و گفتم حتما اینمی رایش است. بله. بسیار با خودم کلنجار رفتم تا ای که ما در همون کلیسا در کنار همون برادر ما با خوشحالی میتونم براتون بگویم که نجات خود دریافت کردم. هللویا هللویا. امیدوار هستم که هر کسی که در تاریکی زندگی میکنه، یه اتفاقاتی که برای من افتید، این کارهایی که خداوند برای من کرد، برای ایشان هم فراهم شود. آمین. هرچی زودتر از تاریکی در روشنی بیاید. آمین آمین. چون عیسی مسیح بسیار واضح میکنه و عیسی مسیح را بسیار واضح میگه که من نور دنیا هستم، من نور دنیا هستم. عیسی مسیح میگه کسی که از پشت من بیاید در تاریکی نمیمانه، بلکه نور دنیا را او حاصل میکنه. فصل 8 انجیل یوحنا آیت 12 میگه. اینمی آیه را در پیش روی خود واز دارم. هللویا. بفرمایید بخوانین. من نور جهان هستم، هر که مرا پیروی میکند در تاریکی نخواهد ماند، زیرا نور زنده راه خود را روشن میکند. هللویا. آمین آمین. و بسیار جالب است برای تشویق شما آصف جان ایره میگم که خداوند عیسی مسیح وقتی که میگه من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کنه در تاریکی سرگردان نخواهد شد، و یا اگر کردکی بگوییم در تاریکی جغل نخواهد کرد، بلکه نور زندگی را خواهد یافت. به عین ترتیب کلام خدا از طریق خداوند عیسی مسیح برای مؤمنین خود هم میگه، چون کسانی که پیرو نور میشن و فرزند نور میشن، کسانی که فرزند نور میشن و خودشان نور میشه. و عیسی مسیح را بسیار واضح میکنه، میگه برای شاگردای خود، برای کسایی که مؤمنین عیسی مسیح هستند، او میگه شما نور دنیا هستید. آیت 14 فصل 5 انجیل مقدس متی. شما نور دنیا هستید، نمیتوان شهری را که بر کوه ساخته است پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغدان قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. پس بگذارید نور شما همین طور در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید بگویند. برادر عزیزم، بله عرض به حضور شما که خداوند همیشه کارهایی را میکنه که بسیار اگر انسان دقت بکنه در اطراف خودش، بله بسیار ساده است فهمیدن از این مسئله. بله. من یک مثال عرض میکنم خدمت شما که و خدمت بینندگانتان. بله. ما از طریق گیرنده‌های خود میبینن. شما یک جای را تاریک بکنین، یک اتاق را تاریک بکنین و یک اتاق دیگر را که روشنایی داره و در را برایش باز بکنین، ببینید که تاریکی در اتاق روشن میه یا روشنی میره در اتاق تاریک. این بسیار یک مثال واضح است که هیچ وقت تاریکی نمیتونه در روشنی نفوذ بکنه. آمین آمین. و تاریکی هیچ وقت غالب نمیشه بر نور. این ما در آیت 5 فصل اول انجیل یوحنا میخوانیم که نور در تاریکی میدرخشد. اما قسمی که شما گفتین، نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز بر آن زورآور نشده و یا غالب نیامده. و ما از این که از تاریکی مطلق در روشنی کامل آمدیم بسیار احساس خوشی دارم و دوست داشتم این خوشی را با شما و همه بینندگانتان در میان بگذارم. هللویا هللویا. خداوند شما را برکت بده برادر عزیزم. واقعا یک شهادت بسیار قوی، در عین حال بسیار ساده، با الفاظ ساده، بسیار عام فام، اما قسمی که ما میگیم عام فام و اما بسیار پرقدرت. چون هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان میاره، شهادت از او شخص واقعا با قدرت است، چون خدا با قدرت خود ما را نجات میده، خدا با حکمت خود این کار را انجام میده. پولس رسول میگه من از انجیل عیسی مسیح خجالت نمیکشم. چرا خجالت نمیکشم؟ معنای انجیل از خبر خوش. چرا؟
از تمام اول که این خبر خوش است، خبر خوش خداست، خجالت نمیکشم، چون که این باعث نجات هر انسان میشه. این قدرت خداست که باعث نجات هر انسان میشه و خداوند این نجات شامل حال شما کرده، در زندگی شما آورده و دعا میکنیم خداوند شامل حال دیگه وطندارای عزیز ما بکنه. برادر عزیزم، آمین. اگر در آخر چیزهای دیگه گفتنی داشته باشین بفرمایین و اما بسیار تشکر. یک دارم برای کسایی که هنوز گفتم براتون در تاریکی زندگی میکنن. بله. و یک توصیه هم دارم که هر چیز زودتر از این آشیانه امنی که برای خود ساختن، یعنی برایشان اطرافیانشان ساختن، بیرون بیاین و دنیای بیرون هم تجربه بکنن. بله. و بسیار چیزهای دیگری هست در دنیا و خدا را چی دیدی که مثلا در کنار ما آمدن و ما با هم خدا را پرستش بکنیم. هللویا. آمین آمین. و ما به ادامه صحبت های شما یک بار انجیل بخوانین، یک بار بخوانین. و کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. نمیگه که من به زور شما رو میگم این کارم، نه، خودتان بچشید ببینید که خداوند ما واقعا نیکوست، واقعا نیکوست و او واقعا میخواد نجات بده. برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده. در آخر من میخوایم بر شما دعا بکنم و اگه اجازه تان باشه و بسیار بسیار تشکر که در این برنامه آمدین. تشکر از شما و من بسیار خدا را زیاد شکر میکنم. من اگر وقت باشه یک نکته رو میخواستم برای شما در میان بگذارم که شاید یک عده باشن که قضایا رو نفهمند. بله بفرمایید. من دیروز در اخبار سعی میکردم که در کشور عربستان سعودی بله یک دختری که کار میکرده، دختر خارجی است، بله کار میکرده با ذکر خداوند زنده مشغول بوده ظاهرا و اطرافیان از این دختر خانم که مسلمان بودن به ایشان اعتراض میکنن که چرا ذکر میگید، بله صدای تا قطع کن. بعدا این دختر خانم همینطور ادامه میده به ذکر گفتن تا ای که تصمیم میگیرن این دختر خانم در مراجع قضایی یا در پلیس همون مملکت معرفی بکنن. من میاد اخبار همین دختر خانم در پیش روی خود دارم. بله این دختر خانم هم میبرن با تصمیمی که میگیرن لب این دختر خانم و چشما از این دختر خانم میدوزن و بسیار یک طرز فجیعی که این مسئله دیشب کاملا در این مسئله خیلی خیلی مرا در فکر فرو برد که هنوز هم هست کسایی که جاهل هستن و در جهالت خود ادامه میدن. بله و واقعا وقتی که ما دنیا را چهار طرف خود میبینیم، مردم برای خود خداهای جور کردن و فکر میکنن که خدای حقیقی را میپرستن و با زور، با شمشیر، با نفرت مردم میخواین که به راه خود بیارن. و اما عیسی مسیح راهش بسیار ساده است و او بسیار واضح برای ما میگه ای تمامی کسایی که زیر بار گرنگ هستین و زحمت میکشین پیش ما بیاین و ما بر شما آرامش میتم. من بر شما آرامش میتم. او میگه و او میگه که از ما تعلیم بگیرین چرا که من نرم دل و فروتن هستم و جانهایتان آرامی خواهید یافت، چرا که یوغ ما خفیف و بار ما سبک است. و ما مسیحی‌ها را خداوند عیسی مسیح حکم میکنه که حتی دشمنای خود دوست داشته باشیم و انتقامگیر نباشیم و به ضرب سوته کسی را مسیحی نسازیم، بلکه با محبت خدا میگه برین محبت خدا را بیفشانیم. وقتی که من به عیسی مسیح ایمان آورده بودم آصف جان، یک سرود فارسی را که از شهید هایک هوسپیان شنیده بودم، در یک کست است، یک شهید مسیحی ایران هست که در این سرود میگه که عطر معرفت عیسی مسیح در این سرود گفته که چطور بین انسان‌های بینوا بیفشانیم. میگه که
ای مسیح قوت ما ز توست، با شهادت و با خون توست. تو به ما بسیار میبخشین سرود از یاد من رفته. ایده‌ای بسیار تشکر خواهر عزیزم، پرودیسر عزیزم برای من گوش ما گفت تو به ما قوت بخشیده‌ای، بر شیطان تسلط داده‌ای، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنین، ای مسیح در تو دارم یقین. میگه یک کسیش میگه که عطر معرفت عیسی مسیح را بیافشانیم بین انسان‌های بینوا و واقعا ما را عیسی مسیح به محبت خود خواسته که عطر معرفت عیسی مسیح را با قوتی که عیسی مسیح ما را میگه به او راه بریم، با او ما عطر معرفت عیسی مسیح را، محبت عیسی مسیح را، فیض عیسی مسیح را، رحمت عیسی مسیح را، بخشش عیسی مسیح را ابلاغ بکنیم. نه که ضرب صوته کسی که دعا میکنه او را ما چشمش بدوزیم، دانش بدوزیم، او را سر از او را ببریم در سر عربستان سعودی، کله میبرن، سر میبرن، دست میبرن و این قسم کارا را میکنه. تمامی کشورهای اسلامی هم این قسم است. در افغانستان در دوران طالبان ما میدیدیم که کسانی که خلاف میرفتن و یا کسانی که حتی برای نماز نمیرفتن وارا سزا میدادن و شلاق میزدن. یعنی به زور، چیزی به زور. مسیحیت ما را به زور هیچ کار را سر ما نمیکنه. خدا میگه من خدای محبت هستم، من خدای محبت هستم و رفتار من محبت است. من آمدم جان خدا فدای شما کردم، نه که جان شما را بگیرم، بلکه جان خدا فدای شما کردم. و به مسیحی ها حکم میکنه. عیسی مسیح میگه که انتقام نگیرید. اینجا در فصل 5 آصف جان نوشته است، انجیل متی نوشته است، شنیده اید که گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان. اما من به شما میگویم به کسی که به تو بدی میکند بدی نکن، و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی میزند گونه دیگر را به طرف او بگردان. نه تنهایی عیسی مسیح میگه که شنیده اید که گفته شده است، آیت 43 و 44، شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را دوست بدار و با دشمنی کنی. این شنیده است، این چیزهای شنیدگی است، پیتوی است. کسایی که در پیتوی ششتن این را جور کرده، ولیکن حکم من نیست. آیت 44، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. دعا کنید برای دشمنای خود، کسایی که شما را اذیت و آزار میرسانند دعا کنید، نه که نفرت کنید، دعا کنید. در اینجا نوشته است به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد. به این وسیله چون آفتاب او نوشته است، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم میتابد و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم میبارد. این تعلیم مسیح کاملا مختلف از تعلیمات دینی و مذهبی و فلسفه های دنیایی است. تعلیم مسیح محبت مسیح. اما قسمی که شما گفتین این خانم دعا میکرد و او را شما گفتین که حتی چشمایش دوختن و ایست بزور کسی را به مذهب و دین خدا آوردن. و اما مسیح ما را تعلیم کاملا مختلف میده، چون خدای ما خدای کیست؟ خدای محبت است. خدای محبت است. بله، بسیار تشکر برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده و واقعا برکت گرفتم امروز. من شخصا برکت گرفتم از شهادت شما. آمین آمین. اگر اجازه بدید من یک دعای بسیار کوتاهی را بفرمایید برادریم. این دعا را من هر شب که میخوایم استراحت بکنم و این دعا را وقت خواب به امر خود تکرار میکنم و بسیار من آرامش میده. آمین. بفرمایید برادریم. ای پدر آسمانی که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنانچه در آسمان انجام می شود بر زمین نیز انجام شود. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و
و قدرت و جلال تو تا ابدالآباد از آن توست. آمین آمین آمین. زیرا پادشاهی، قدرت و جلال تا ابدالآباد از کیست؟ از خداست. پس اگر قدرت، پادشاهی و جلال از خداست، اگر خدا بخواهد کسایی که در راهش نیست تمامی از او کسا رو در یک لحظه قبض رو میکنه. خدا چرا این کار را نمیکنه؟ به خاطر از اینکه خدا دیر قهر است، خدا با محبت است، خدا فیض خدا جاری میکنه و میخواهد که مردم به او برگردن، نه به ضرب صوت بلکه به ضرب محبت. به ضرب محبت، از ضرب محبت که در ضرب بهتر هیچ چیزی نیست. خداوند شما را برکت بده و ما دعا میکنیم که خداوند شما را محافظت بکنه از شما و شما را برکت بده و از شما استفاده بکنه به نام مقدس عیسی مسیح. آمین. بسیار تشکر برادر عزیزم، بسیار بسیار تشکر از شما و همه بینندگانی که ما را تحمل کردن تا این لحظه. نخواهش میکنم. ما ایمان دارم که تمامی وطنداران ما بسیار برکت گرفتن از شهادت شما. خداوند شما را برکت بده و شبتان خوش باشه. روز شما خوش. در اون یک روز است. بله بله بله. تشکر برادر عزیزم. خداوند شما را برکت بده. چقدر یک شهادت خوبی را شنیدیم. واقعا شهادت بسیار ساده و اما بسیار پرقدرت. خدا را شکر میکنیم برای محبت خدای محبت که او محبتش اقدر عظیم است، اقدر عظیم است که ما هرگز نمیتونیم که او را بپیماییم. مثال پشتو یاد من میگه دا گز او دا میدان. بله، دا گز او دا میدان. ما هرگز گز نمیتونیم میدان محبت خدا را. ما هرگز گز نمیتونیم، هرگز پیمایش نمیتونیم میدان محبت خدای محبت را. چه قسم خداوند در ارمیا فصل 31 آیت 3 میفرماید، میگه که خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی. محبت خدا بر انسان ها چطور است؟ حالی نیست تنها، بلکه ازلی و ابدی است محبت خدا. با محبت ازلی تو را دوست داشتم، با محبت ازلی تو را دوست داشتم، بنابر این تو را با رحمت به سوی خود میکشانم. با رحمت به سوی خود میکشانم. خدا میخواهد با رحمت خود، رحمت یعنی خداوند مواقع هر روز برای ما فراهم میکنه تا که ما محبت از او را بشناسیم و او با او محبت خود، با رحمت خود ما را به سوی خود میکشانه که ما محبت از او را درک بکنیم، به فرزندی از او بیاییم، به فرزندی از او بیاییم. یک سرود میشنیم. ما میفهمم که در این برنامه بسیار دیر میشه که سرود نشنیدیم، اما یک سرود میشنیم و بعد از سرود حتما باز حاضر میشیم خدمت شما وطندارای عزیزم. بیاین سرود بشنویم. ریختن خون پاکش مرا داد نجات. عیسی با ریختن خون پاکش مرا داد نجات. چرا نخوانم سرود به نامش مرا داد نجات. در گناهان غرق بودم، آمد او از سما. یافتم حیات من از لطف و مهرش، شد و مرا فدا. این است دلیل که من سرایم مرا داد نجات. چرا نخوانم سرود به نامش مرا داد نجات.
جور و جفا را او دید تا که یا مرزد گناهانم را پهلویش را نیز درید بر صلیب خداوند محبوب تا مرا داد حیات چرا نخوانم سرود به نامش مرا داد نجات خدمت کنم من خداوندم را مثل که حکمش بود بهر کلامش شوم فدایش تا روحم سویش رود یا تا سرایم ای مومنانش ما را داد نجات چرا نخوانیم سرود به نامش ما را داد نجات عیسی با ریختن خون پاکش ما را داد نجات چرا نخوانم سرود به نامش ما را داد نجات چرا نخوانم سرود به نامش ما را داد چرا نخوانم سرود به نامش مرا داد نجات عیسی با ریختن خون پاکش مرا داد نجات او با ماه و ستارگان با کهکشان‌های بیلیونی خود نه بلکه با خون خود ما را خرید محبت خدا را میتونیم که ما بپیماییم؟ هرگز نه هرگز نه خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم بنابراین تو را با رحمت به سوی خود میکشانم حالت زار ما چطور بود؟ ما چه قسم بودیم قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاریم؟ کلام خدا بسیار واضح میگه که ما چه قسم انسان ها بودیم و تمامی انسان های نمیتو هستن. بخوانیم افسسیان فصل 2 آیات 1 تا 5 میگه و اما شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خود مرده بودید. ما مردگان بودیم و زمانی در آنها گام میزدید آنگاه که از روش های این دنیا و از رئیس قدرت هوا یعنی شیطان پیروی میکردید از همان روحی که هم اکنون در سرکشان عمل میکند کسانی که سرکش هستند. ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان میزیستیم و از هوای نفس خود پیروی میکردیم و خواسته ها و افکار آن را به جا می آوردیم. ما نیز همچون دیگران بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا بودیم. زمانی بود که ما زیر غضب خدا بودیم. اما هر جایی که اما در کلام مقدس خدا می آید هر جایی که اما می آید مرا تسلی میده. اما چی نشست؟ اما خدایی که در رحمانیت دولتمند است به خاطر محبت عظیم خود به ما حتی زمانی که در اینجا نوشته است حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد. پس از راه چی؟ فیض یعنی مدد مفت خدا برای کسانی که حتی لایق مدد خدا نیستند. از راه فیض ما را نجات داد. ایست محبت عظیم خدا. محبت عظیم خدا.
خدا نسبت به ما آنقدر محبت خدا جاری میکنه که زمانی که ما نافرمان بودیم، زمانی که ما در گناه بودیم، زمانی که ما پیرو دنیا بودیم، پیرو شیطان بودیم، ما فکر میکردیم که ما خدا را میپرستیم و اما در حقیقتش ما از نفرت ها پیروی میکردیم. در او زمان عیسی مسیح جای گناه های ما را گرفت، گناهان ما را بر صلیب بر خود گرفت و جان سپرد و ما را خون خرید خود ساخت. او با خون خود ما را خرید، خون بهای آزادی ما شد. کلام خدا میگه، خداوند جواب میدهد: آیا یک مادر میتواند طفل شیرخوار خود را فراموش کند؟ آیا میتواند به کودکی که در رحم خود پرورش داده است شفقت نشان دهد؟ باز هم ممکن است مادر این کار را بکند، اما من تو را فراموش نمی کنم. محبت خدای قدر عظیم است، میگه من فراموشت نمی کنم، من خو نمیرم، من الفاظ خود کم نمی کنم، من آواز خود کم نمی کنم، من گفته میرم که به من برگردین، من گفته میرم که من شما را محبت دارم، من گفته میرم که پیش من بیاین که من برتان آرامش میتم. من نام تو را در کف دست خود نوشتم و از دیوارهایت محافظت میکنم. اشعیا نبی ایره میگه در مورد محبت خدای عظیم. دوستان عزیز، خدا شما را دوست داره. امروز روز نجات از کلام خدا میگه به او برگردیم. ما همه گناهکار هستیم، فقط از گناه خود توبه کنیم. خداوند اینمی شرط تنها گذاشته، دیگه شرط نیست. یگانه شرطی که خدا میگذاره برای ما چیست؟ تحفه خدا دادن است. میگه از گناهایتان توبه بکنین. بگین خدای من اقرار میکنم که من گناهکار هستم و من از گناههای خود توبه میکنم امروز و من ایمان دارم که تو عیسی مسیح را به خاطر نجات من فرستادی و او مصلوب شد بر صلیب، جان خود دید، خون بهای آزادی من شد، مرد، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخاست و خداوند زنده است. او قدرت داره، در قدرت او مرا میتونه نجات بده. ای خداوند عیسی مسیح وارد قلب مشو، وارد زندگی مشو، مرا صفا بساز، مرا پاک بساز، مرا تقدیس کو با خون خود. من خود تسلیم تو میکنم امروز. با قدرت خود، با کوشش خود، با حکمت خود نمیتونم من این کار را بکنم و اما تو دستگیر ما شدی. خدای ما آمد به تلاش ما که ما را نجات بده. او به جستجوی ما آمد، نه که ما به جستجوی او رفتیم. وطندارای عزیز، فقط اینم دعا را به نام عیسی مسیح بکنیم. ببینید که خداوند زندگیتان چطور تغییر میده. مثل زندگی برادر آصف، مثل زندگی برادر امیر که روز سه‌شنبه ایمان آورد و یک برادر دیگه که از ولایت چغچران، از میبخشید از شهر چغچران ایمان آورد. خداوند میخواد که اون نجات برای شما بده. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. آمین. در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی.